هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ آیا می دانید مالک ابن دینار رحمه الله چطور هدایت یافت؟ قصه حقیقی که بسیار تأثیر بخش است. مالک ابن دینار می گوید حیات و زندگی من با مستی و گناه بود. مردم را ظلم می کردم و حق مردم را می خوردم. ضرر من بسیار به مردم می رسید. یگان گناهی نمانده بود که من نکرده باشم. روزی از روزها خواستم که عروسی کنم و صاحب طفلک شوم. پس زن گرفتم و الله متعال به من دختری عطا کرد. نامش را فاطمه گذاشتم. دخترم را بسیار دوست می داشتم و چندی که دخترم بزرگ می شد ایمانم زیاد می شد و گناه را کم می کردم. وقتی که فاطمه دخترم می دید که شراب می نوشم شراب را از نزدم دور می کرد. دخترم هنوز 2 سال داشت. مثل که الله متعال او را برایم برای هدایت فرستاده بود. و هرچندی که فاطمه دخترم بزرگ می شد گناهم را کم می کردم و به سوی الله متعال قدم می گذاشتم و همینطور دخترم 3 ساله شد و وفات کرد. بعد از وفات دخترم فاطمه گناه را دوچند کردم و صبر و طاقتم تمام شد. مثل دیگر مؤمنان بر مصیبت صبر کرده نمی توانستم. پس شیطان فریبم کرد و گناه را بر گناه می کردم. روزی شد که شیطان برایم وسوسه کرد که امروز شراب را بنوش که یگان وقت اینطور شراب ننوشیده باشی. پس عزم کردم که شراب می نوشم. شب شد و از حد زیاد شراب نوشیدم و خوابم بود و در خواب روز قیامت را دیدم و خود را در زمین محشر دیدم که آفتاب تاریک شده بود و بحرها به آتش مبدل شده بودند و زمین در لرزه بود و همه مردم در زمین محشر جمع شده بودند. دیدم شخصی را که رویش سیاه شده بود از ترسی که نوبتش می رسد برای حساب و کتاب. تا اینکه نام من را صدا کردند گفتند به نزد پروردگارت برو، اکنون برای حساب و کتاب وقت تو رسیده است. وقتی حرکت کردم در یک لحظه مردم از گردم غایب شدند. مثل که در زمین محشر بغیر از من دیگر هیچ کسی نبود. پس دیدم که مار بزرگ دهانش را کشاده بود و به نزد من از دور می آمد. راه گریزی نداشتم. یک پیرمردی را دیدم، به نزد او رفتم و گفتم من را نجات بده از این مار. پیرمرد گفت پسرم من بسیار بی قوتم، تو را نجات دادن نمیتوانم. پیرمرد گفت به این طرف برو شاید نجات بیابی. چندی وقت می گذشت مار نزدیک می شد. باز به نزد پیرمرد رفتم و گفتم من را نجات بده، تو را خدا من را نجات بده. پیرمرد این حال من را دید و گریان شد. پیرمرد گفت من بی قوتم، تو کی می بینی؟ به طرف آن کوه برو شاید نجات بیابی. به سوی کوه دویدم. در بالای کوه دیدم کودکان زیادی بودند.
وقتی آن کودکان من را دیدند آنها صدا کردند، گفتند ای فاطمه پدرت. پس فهمیدم که دخترم است. خوشحال شدم که دخترم وفات کرده بود و اکنون من را نجات می دهد. دخترم آمد و از دست راستم گرفت و به دست چپش مار را به دیگر طرف روان کرد و در بغلم نشست، مثل که در دنیا در بغلم می نشست. فاطمه دخترم برایم گفت ای پدر، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیت را خواند. آیا برای کسانی که ایمان آوردند وقتی آن نرسیده است که دلهایشان برای ذکر خدا و آنچه که از حق نازل شده است خاشع گردد؟ گفتم ای دخترم از آن مار برایم بگو. دخترم فاطمه گفت پدرم، آن مار کارهای بدی تو بود که تو آن را در دنیا کلان می کردی تا حدی که او تو را می خواست بخورد. ای پدر، آیا نمی دانستی که کارهای انسان روزی قیامت دیده می شوند؟ اگر بد باشند بد می شوند و به آدم عذاب می دهند. پس گفتم آن مرد پیر کی بود؟ دخترم فاطمه گفت آن پیرمرد کارهای نیکی تو بود. تو او را به قوت کردی تا حدی که او گریه کرد برای حالت که برایت هیچ فایده نمی توانست بدهد. پس از خوابم بیدار شدم که من با صدای بلند می گفتم وقت رسیده است یا پروردگار، وقت رسیده است یا پروردگار، و آیت را خواندم، همان آیتی که در خوابم دخترم برایم خوانده بود. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. و غسل کردم و به سوی مسجد رفتم برای نماز سحر را بخوانم و توبه کنم و به سوی پروردگارم برگردم. وقتی به مسجد در آمدم شنیدم که امام همان آیت را میخواند که در خوابم دخترم برایم خوانده بود. الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این همان مالک ابن دینار رحمه الله است که یکی از امامهای مسلمانان است. شبهای دراز گریه میکرد و میگفت ای پروردگارا، تو تنها میدانی که ساکن جنت و ساکن دوزخ کی است و جای من در کجاست. پروردگارا من را از اهل جنت قرار بده. و همین طور مالک ابن دینار توبه کرد. او در نزد دروازه های مسجد می ایستاد و صدا می کرد ای بنده گناهگار، به سوی پروردگارت برگرد. ای بنده غافل، به سوی پروردگارت برگرد. ای بنده گریزی، به سوی پروردگارت برگرد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین.